خونه توی سروایول به نظر من به درد نمیخوره. حالا روش من چیه؟ بیا نگاه کن. یه دونه بد میذاریم اینجا، حالا برای خوابیدن. بعضی هم نمیخوابن کلا. 3 تا فرنیس، یه تست، یه کرفتینگ، بعدش یه پله به سمت پایین. همین روش پله رو میریم پایین، ماین میکنیم، برمیگردیم میپزیم، میریم پایین، ماین میکنیم، برمیگردیم، میریم میپزیم و بعد قوی میشیم، گیم رو تموم میکنیم به همین راحتی. وقتت رو به نظر من یکی برای خونه ساختن به هدر نده. خونه به چه درد میخوره؟ نگاه دور برش هم تورچ میذاری زامبی اسپان نمیشه. خونه به چه درد میخوره؟ یه جای محافظ. حالا میخوای یه جای محافظ داشته باشه، این یه جای محافظ نیست. نگاه بیا همین کوهو بکن، کوهو کندی برات شد خونه. یکم زیرشو بکن برات میشه خونه. آقا خونه به درد نمیخوره به نظر من تو سروایول. درسته بعضی خونه سازن کلا به خاطر همین خونه ساختن پلی میدن، ولی من نه. وقتی میخوای تمام کنی خونه به درد نمیخوره. کیو دیدی وقتی میخواد تمام کنه خونه بسازه؟ نگاه همین این خونه حساب نمیشه. میشه. پس چیه؟ به لایک کامنت بذار، فالو رم بکن و ویدیوهای دیگه ای هم داریم بریم ببینید و تمام.